ببین پسرم، جایی که ازش اومدیم و باهاش پیر میشیم و بازم بهش برمیگردیم همین خاکه. یه روز خانه همه این جاها تو میشی، اما هیچ وقت یادت نره پسرم که اگه تو صاحب خاک هستی، خاکم صاحب توه. اگه میخوای خان بشی نباید فقط از خاک قدرت بگیری، باید فطرتت هم مثل خاک باشه، باید مثل اون بخشنده، راستگو و عادل باشی. بچه دار میشی، من اسم پدرم رو روی تو گذاشتم، عمر. تو هم باید اسم منو رو پسرت بذاری، ایوب باید بذاری، باشه؟ نواهامو میاری سر همین زمینا، هرچی برات گفتم و برای اونا هم تعریف میکنی. بابا! 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 عمر بابا! پسرم، طاقت بیار خان. اسلحه رو ازش بگیر. بابا! اسلحه رو ازش بگیر. بابا! تو نکردی عمر. هر کی پرسید میگی محمود زده. یادت نره پسرم، یادت نره. داداش عمر هنوز بیدار نشده؟ وای، مگه به خاطر اون جمع نشدیم اینجا؟ رفته سوارکاری. آره بره. آخه داریم دور هم حال میکنیم. ما تو فکر چی هستیم؟ داداش ما تو استغفرالله. با هم خوب باشین، بالاخره آب راه خودشو پیدا میکنه. بابا ما در این آب سیر شده داریم توش خفه میشیم. نکنه گذاشته رفته؟ من که گفتم داداش عمر با دیجله ازدواج نمیکنه. گفتین تو بچه‌ای، گوش نکردی. عروسی نکنه خب. صلحنامه رو همین خلیل بیشرف زیر پا گذاشت، حسابشو میرسیدم. واسه فامیل شدن با اینه داریم یه جامونو جر میدیم مادر. وقتی بچه دار شدی میفهمی. تو یه ذره بچه بودی که دعوای خونبها تموم شد. عذاب دشمنی رو نمیدونی که قدر دوستی رو بفهمی. تا الان شنیدن که عمر اومده، منتظرن که بریم. خدایا خودت کمک کنین پسر، هر چه زودتر سر عقل بیاد. ای خدا، بیا پسرم، ببین امینه واسه برکه اسفناجی درست کرده، دوست داری؟ عقل من سر جاش مادر. این عروسی هم سر نمیگیره. قدیر حاضر شد، میخوایم بریم. پسرم، پسر عزیزم، تو که نمیخوای من داغ بچه ببینم. نکن، رحم کن. من چی کار کنم؟ التماست میکنم بیا و راضی شو. مادر، من این کار اونجوری که خودم میدونم حل میکنم، شما نگران نباش.
دختر اینقدر بر نگرد عقب و نگاه کن. آخه دودش تو چش من میره اگه کسی ببینه. امین علی رو انداختی گردن من به خاطر همین راحتی. چشم و گوشتو باز کن که بعداً خودت تو دردسر میافتی. دختر چرا به هم نمیگی دارن به زور شوهرم میدن؟ نه، واسه اینکه دردسر درست نکنی نگفتم. تازه فهمیدی چی شد؟ کم مونده بود خودتو منو به کشتن بدی. من که داشتم واسه تو میمردم اما به فکر تو بودم. حالا دیگه شده امین علی، باید تحمل کنیم. هنوز که چیزی نشده دجله. بیا فرار. نه من نمیتونم. اگه این عروسی سر نگیره دوباره دعوا بین دوتا طایفه شروع میشه. باید به این سرنوشت راضی باشیم. چاره دیگه ای نداریم. من یه راهی پیدا میکنم دجله، تو نگران نباش. دجله تو رو خدا گریه نکن. من طاقت دیدن اشکای تو رو ندارم عشقم. قسم میخورم نمیذارم اون مرتی که ایخوان به یه تاره موی تو دست بزنه. بهت قول میدم. ببین مبادا دیوونه بازی در بیاری بندازیمون تو درد سر. تازه اینجا مگه چند نفر تونستن به اون کسی که دوست دارن برسن که ما بتونیم به هم برسیم؟ اگه قسمت باشه ما به هم برسیم میرسیم. من از تو دست نمیکشم دجله. نه امین علی، وایسا ببین چی میگم. ببین قدیر، میدونم که خونت به جوش میاد. بعضی چیزا واسه سخته، اما خونسرد باش پسر. خان شدن با شکستن و بریدن نیست. من اونجا خیالم راحته که تو هستی. داداش فقط تو اینطوری میگی. هیچکی منو آدم حساب نمیکنه. وقتی مثل بمب ساعتی به چرخی معلومه که نمیکنه. با اینجا باید راحتو پیدا کنی. با اینجا باید تصمیم بگیری. بعد با این بزنی. فهمیدی؟ داداش حرف درست، ولی اون خلیل بیشرف شروع کرد دنبال انتقام داداششه. من رفتم مثل آدم باش حرف زدم، گوش نکرد. این ور اون ور گفته میخواد منو تو رو بکشه، زمینای خونبها رو بگیره. یکیمون داشت میمرد که این قضیه عروسی تو میون کشیده شد. این دفعه یه جور دیگه هوا برش داشت. میگه برادر دامادمونی، باید دستم هم ببوسی. لازم نکرده دست کسی رو ببوسی، اما هر کیم که بهت گفت بیا ببوس لازم نیست بکشیش. اگه میخوای احترام ببینی باید اول بدونی احترام چیه. حالا به هم یه قول بده، دیگه با اون خلیل دست به یقه نشو. داداش خودت هم میدونی، یا باید عروسی کنی و صلح بشه، یا باید همش دست به یقه بشی. تو اونو بذار گفتیم. نه این عروسی سر میگیره، نه دعوای خونبها. من یه رای پیدا میکنم. خان عمر اومده بود. وای پس دامادمون اومده. آره بیاد آره بیاد دستمونو ببوسه. اومده خان، اما واسه یه چیز دیگه. بعد از ماجرای دیروز قدیر خیلی ببخشید، گفته میخوام خلیل از پا در بیارم. در امارت بسته بوده، به زور جلوشو گرفتن لامصب. ای بابا این کارم حسابی بچه بازی شده. میخواد من از پا در بیاره. آره مادرش در قفل کرده نتونسته بیاد. وای چه چیزا که آدم نمیشنوه. ای خدا. خان وقتی مردی که شروع کرده پارس کردن به عمر گفتن بیا. اونم دویده اومده. آره واسه خواستگاری خودشو نرسون، اما واسه خاطر داداشش بدو اومد. باشه تو به کارت برس. الو
ببینم مادر، عمر اومده به تو زنگ زدم؟ نه پسرم، هنوز کسی زنگ نزده، سراغ نگرفته. باشه زنگ میزنم. خبر داشته باش. از دست تو بابا. ببین ما رو با کیا در انداختی. توبه استغفرالله. چی میگه داداش؟ چیزی نیست. عمر اومده اونو میگفت. های دجله، ای دختره گردن شکسته. نشکن بابا، اومدم. بابا خونه رو خراب کردی. بیا خونه ای تو خراب بشه چی میشه مگه؟ حالا خدا رو شکر کن امارت به اون بزرگی رو سر من خراب نمیشه. بگی اینا رو دستم افتاد. چی شده دختر؟ وایسا میگم. بذار اینا رو بذارم. اوه مردم. خدایا. گفتم چی شده دختر؟ عمر پاشو کرده تو یک کفش گفت عروسی نمی‌کنم. خدا بخواد خلاص شدیم. مگه به گفتن عمره؟ تو عمر رو نمیشناسی. اون مثل قدیر نیست. مرغش فقط یه پاداره، خدا رو شکر. والا اونطوری که قریشا به خاطر تموم شدن تبعید پسرش کمر به این کار بسته، پسرش رو دواخور میکنه، تو خواب زنش میده. خدا اون روزو نیاره. دخترم جان مادر، تو به خاطر یه حرف عمر نماز شکر نخون. اون از کجا اینا رو بدونه؟ عمر 20 سال تو غربته. مگه زیر پا گذاشتن قسم و رسم و رسوم به این راحتیه؟ خلیل دست رو دست میذاره؟ والا میگه خودمونو حل میکنم. خب اومدیم و نتونست حل کنه، میخوایم چی کار کنیم؟ همینجوری دست رو دست بذاریم؟ دخترم بابات داداشش رو کش تو حبسه. دیجله میذاره تو راحت باشی؟ نه منو نه باباتو که از حبس اومد بیرون و تو اون امارت را میده. باشه مامان، پس بیا فکرمونو کار بندازیم. دعا بنویسیم، جادو بکنیم، نمیدونم یه کاری بکنیم، ببینیم چارش چیه. 1 سال از عروسیت میگذره، هنوز دنبال اینی پا رو پا بندازی خوش بگذره. بچه بیار، بچه. به جای اینکه به فکر راحتیت باشی به فکر آیندت باش. به قریشه یه نوه پسر بده که بیمت بشه. وای حالا کوتاه اون نوه مامان جان. هم دل قریشا رو به دست بیار هم شوهرتو. پاشو بدو برو امارت، لااقل جلوی چشم باش. مگه نمیریم ملاقات بابا؟ من خودم میرم، تو جلوی چشمشون باش. زود باش. باشه پس سلام برسون. باشه آها یکم پول بده برای بابات لباس بخرم. ای بابا مامان یکم مراعات کن دیگه. خودت داری میگی معلوم نیست چه بلایی سرمون بیاد. مواظب باش. من رفتم. خداحافظ. باشه. داداش محمود بفرمایید. خیلی ببخشید خان، دیدمتون شناختم ولی باورم نشد. بیا بشین داداش. تو باید منو ببخشی، نتونستم بهت سر بزنم. میدونی که اختیار داری خان. یه لحظه با خودم گفتم خدایی نکرده نکنه کسی مرده. آخرین بار برای تشییع جنازه ایوب خان اومده بودی. 10 سالی شده. 12 سال شد. خدا رو شکر همه خوبه. نگران نباش. تو حالت خوبه؟ چیزی احتیاج نداری؟ ممنون خان. خانم آقا سلامت باشه، حواسش بهم هست. عمر بابا پسرم، طاقت بیار خان. اسلحه رو ازش بگیر بابا، اسلحه رو ازش بگیر بابا. تو نکردی عمر.
هر کی پرسید میگی محمود زده محمود زده. یادت نره یادت نره یادت نره. من نمیتونم خوبی تو رو جبران کنم. اومدم ازت حلالیت به دل من. حقی به گردنم نداری. داشتیم حلالت باشه. داری داداش. مگه میشه نداشته باشی؟ بهت یه عمر زندگیم اومدیم. هر کاری هم بکنم تو این دنیا جبران نمیشه. به خدا سپردمت. نه محمود، این عمر نبود؟ به تو چه مجبوره؟ مگه تو زاییدیش که عمر صداش میکنی؟ اون خانه. به خاطر اون دستت به خون آلوده شد. جوونی تو حبس گذشت. هنوزم میگی خان؟ خب چی میگه؟ برای چی اومده؟ برای چی اومده؟ خانمونه. جون پدرش از دست پهلوانیان نجات دادم. معلومه تا اینجا اومده یه سر دیدنم میاد. خانت تعریف کرد برای چی و با چی اومده ماردین؟ دارن دختر پهلوانی‌ها رو عروس میگیرن. یه فکری براش میکنم یوسف. دارم از دیشب فکر میکنم چطوری میتونم این خلیل رو رامش کنم. داداش تو رو خدا مراقب خودت باش. تو که گفتی ماردین خیلی ترسیدم. میترسم یه بلایی سرت بیارن. سعی میکنم یه جوری درستش کنم ولی وقتم کمه. به لیلام نتونستم بگم. مطمئنم که این وضعیت من اونو میترسونه. گفتم میرم باکو. کار خوبی کردی داداش، اما احتیاط کن. ببین اگه لازمه از اینجا برات محافظ بفرستم ها. من چیزیم نمیشه پسر، پس هول نکن. از گفتنشم پشیمونم نکن. حالا زنگ میزنم خبردارت میکنم. باید قطع کنم. اوستا این ساعت چند میفروشی؟ فروشی نیست، خاطره اونه. خدای من خان، نمیدونم از اینکه اومدی خوشحال باشم یا ناراحت باشم. چی شده اومدی اینجا؟ یکم بشینیم گل بگیم و گل بشنویم. بعد نوبت درد دلم میشه. چطوره؟ باشه. خوش اومدی دخترم. چه خوشگل شدی. رفته بودم بازار خرید. واسه مادرم روسری میخریدم. گفتم من دیگه 2 مادر دارم. یه دونم برای شما خریدم. ایشالله که بپسندی. زحمت کشیدی. به به، هدیه عروس خیلی خوشگلم. مبارکت باشه مادر قریش. دستت درد نکن عزیزم، زحمت کشیدی. بفرما بشین عزیزم. باشه چشم میشینم. مادرت چطوره؟ خوبه ممنون. خیلی بهتون سلام رسون. سلامت باشن. مادر قریشا، اگه زشت نیست میخوام یه چیزی بپرسم. بپرس عزیزم. عمر کی میاد؟ خبری ازش هست؟ یعنی کی میاد؟ صبح اومد خدا رو شکر، اما رفته بازار، کار داشت. به این راحتی ها که نیست، دلتنگ خاکش شده. فعلا داره تو دشت و بیابون میچرخه تا شبم بر نمیگرده. ایشالا که به موقع بیاد، منم بتونم بهشی خوش آمد بگم.
متشکرم. نوش جان خان. تازه رفتن نشونم کردن. اون دختره چه گناهی کرده؟ مثلا مادرم خواسته دست منو بذاره تو حنا. تو یه دردسری منو انداختم که هم باید حواسم باشه توش نیفتم، همین که کسی رو پشت سرم نذارم. تو داری عصیان میکنی. نکن. میگی دردسر، اما خدا دردسر رو واسه یه بنده هایی میده که دوستشون داره. برای چی صبر کنم طاهر؟ من عاشق شدم، قول دادم. دختره تو استانبوله، گفتم عروسی میکنیم. عشق 3 حرف داره: عین، شین، قاف. یه عاشق، یه معشوق. اگه بگی خب سومیش کیه، مهمتر از همه خداست. یعنی میگی میخواد امتحانم کنه؟ میخواد امتحانم کنه که ببینه پاپس میکشم یا نه؟ پسرم، تو فکر میکنی عشق یعنی وصال؟ عشق یعنی تو بغل هم دیگه خوابیدن؟ پس تو میگی برو با دختر پهلوانی عروسی کن، در ضمن لیلا رو دوست داشته باش؟ آره؟ این چه حرفیه تو به من میزنی طاهر؟ ببین هنوزم داری عصیان میکنی. من نمیتونم بهت بگم چی کار کن چی کار نکن. فقط خدا میدونه تو میخوای چی کار کنی. خودت هم نمیدونی، اما من میگم فکر نکن چون دل بستی حتما به وصالم میرسی. اگه تو سرنوشت نوشته که به خاطر عشق باید سختی بکشی، میکشی. مشکل فقط دل بستن نیست طاهر. هر سختی که باشه من میکشم. من دل یه نفر رو به دست آوردم. عصیان کاریدم به شکستن دل اون آدم ترجیح میدم. تاوانشم هر چی باشه میدم. خوش اومدی زیلان. مادرت چطوره؟ خوبه مادر جون، سلام رسوند. خوش اومدی دجله. خیلی ممنونم. اگه میدونستم میایی نمیرفتم، ببخشید دیگه. مگه دجله غریب است دخترم؟ مادر قریشا راست میگه. اگه کاری داری به کارت برس، من که غریبه نیستم. خوش اومدی پسرم. بفرما. دجله اومده دیدن ما. نه، یه چیزی یادم رفته بود باید کنم. خوش اومدی. خیلی متشکرم. بشین یه نفسی تازه کن. من برم یه قهوه درست کنم. نه زحمت نکشید، من داشتم. نه بابا چه زحمتی، 2 دقیقه درست میکنم میام. این دختر اینجا چی کار میکنه مادر؟ پسرم اومده دیگه، میگفتم برو. زشته. گفتم دختره رو ناراحت نکنم، گناه داره. بهش حرفی نزدم اما نمیشه مادر. داداش تو نگران نباش، ما ردش میکنیم بره. بشینی یه قهوه بخوری چی میشه پسرم؟ به خاطر مادرت. اگه یه بار دیگه منو تو عمل انجام شده بذاریم پا تو این خونه نمیذارم. دارم میرم با خلیل حرف بزنم. گفتم رو حرف شما حرف نزنم بهت خبر بدم، اما میبینم که شما هنوزم داری رو حرف من حرف میزنی. این دختره رو بفرستیم بره، منتظر خبر منم باشید. نگران نباش مادر، این عروسی سر نمیگیره. معلومه که اصلا بلد نیست. خب دختر خانه، نبایدم بلد باشه. بازم باید من و تو کارشو انجام بدیم.
خدا رو شکر خان نمیخوره دختر. آخه اون قهوه بود. قهوه رو بده من بخورم دخترم. برای عمر کاری پیش اومد رفت، نتونست وایسه. خب کار دیگه، مجبور بود بره. بالاخره یه روزی قهوه براش درست میکنم. مرتی که پا شده اومده اینجا، معلومه که اومده واسه عروسی. اما ببین اگه اسم من امین علیه این عروسی سر نمیگیره. حالا ببین پس باید فرار کنی داداش. فرار نمیکنم، میترسم دوباره دعوای خونبها را بیفته. پس بخوای چیکار کنی داداش؟ باید پا رو عشقت بذاری. من میدونم چیکار کنم حلیم، خودم میدونم. داداش اون خواهش خانه، آخه زورت بهش نمیرسه، واسه خود دردسر درست میکنی. اگه اون خانه منم کله شقم. حالا میبینیم کی بازی رو میبره. آقا دومادم تشریف آوردن. بفرما آقا دوماد. چرا جواب نمیدی عمر؟ چرا جواب نمیدی؟ پس کجایی دومادی؟ چشممون به در خوش شد. منو نگاه نکنه ترسیدی؟ البته تو هم حق داری. خب نمیدونی قراره دوست داشته باشیم، بوست کنیم، بهت دست بدیم یا بهت شلیک کنیم. اما من واسه بابام قسم خوردم نمیکشمت. مجبوریم دستمونو بدیم ببوسیم. لازم نیست براجی کنی خلیل. اگه این همه سال اینجا پا نذاشتم به خاطر ترس نبوده، به خاطر قولی بود که دادیم. اومدم بهت بگم عروسی در کار نیست. پول مولم هر چی که میخوای بگو. این مسئله باید تموم بشه. فهمیدی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. با دجله عروسی نمی کنم. با قدیرم حرف زدم، دیگه با تو کاری نداره. تو هم باید از اون دور باشی. همه چی مثل قبل ادامه پیدا میکنه. به ازاش هر چی که میخوای به هم بگو. یه شیر قهوه‌ام بگم برات بیارم. منو نگاه عمر آرتیز. من شبیه اون بدبخت بیچاره‌ای که تو استانبول براشون فیلم یا ادای رئیسا رو در میاری نیستم. نمیخوای عروسی کنی؟ خیلی خوب. نمی کنی که نکن. نیست که من خیلی دلم میخواست خواهرمو بدم به تو. حالا به جای اینکه دوست باشیم بازم دشمن میشه. اومدم اینجا با توافق کنم. من اسلحه ندارم. توافق آره. بیا دیگه توافق. خلیل تا باها توافق نکنم از اینجا نمیرم. تا کی میخوایم مثل کرکس دنبال خونه هم دیگه باشیم؟ بگو هر چی که بخوای بهت میدم. هر چی بخوام میدی آره؟ هر چی بخوام. جون داداشم رو برگردون. میتونی بدی؟ نمیتونی. جون بابامو میخوام. اونو میتونی بدی؟ اونم نمیتونی. پس من هم جون خانه کوچیکو میخوام. دورو بر قدیر نپلک. ای بابا با تو هم به توافق نرسیدی. چه کار کنیم؟ چطوری توافق کنیم؟ دیگه چی بخوام؟
میخوام تو مخ تو شلیک کنم. با شیطونم که میانت خوبه. قصر در رفتی. خلیل بسه، بگو چی میخوای؟ زمینای خونبهارو. نمیشه، اما 10 برابر قیمتشو بهت میدم. اون خاک قیمت نداره عمر خان، به قیمت خون برادرمه. خون برادرم هم خریدنی نیست. اگه میخوای پا روی رسم و رسوم بذاری باید بهاشم بدی. ببین به کارت میاد. مامان جانم مادر. حالت خوبه؟ آخه وقتی تو داری عذاب میکشی من چجوری میتونم خوب باشم؟ من به جز تو کیو تو این زندگی دارم؟ من برای کی زنده‌ام؟ فکر نکن حق با من خوشحالم و کاش همیشه من اشتباه کنم عوضش تو خوشحال باشی. مامان عمره. الو عشق من، تو جلسه بودم نتونستم جواب بدم. چطوری؟ میخواستی چطور باشم عمر؟ فکرم پیش توه. اگه بگی برمیگردم خوب میشم. پس خوب باش. شب اونجا. واقعا؟ یعنی شب برمیگردی؟ ببین الان به مامانم میگم. خب بگو ببینم پروازت ساعت چنده؟ کی میرسی؟ اگه بگن دنیا با آخر رسیده بازم نمیتونن جلوی منو بگیرن که شب نیام خونتون. قول میدم ساعت 9 اونجا. باشه پس قطع کن، باید برم آشپزخونه. رسیدی خبر بده. میبوسمت. مامان عمر داره میاد. میگم عمر داره میاد دیگه، خوشحال باش. چه پسریه اینا. این بیاد من باش آشنا بشم. اما گفته باشم اگه یه بار دیگه ناراحتت کنه قلمه پاشو میشکونم. بگو که بدونه. مامان باید به سلین خبر بدم، نگران بود. منو ببخش پدر. شاید ناامیدت کرده باشم ولی مجبور بودم این کارو بکنم. تا گذشته رو پاک نکنی نمیتونی یه آینده جدید درست کنی. من با دادن اون خاک گذشته رو پاک کردم. مجبور بودم پدر. منو ببخش. حالا میبینین هممونو جمع کرده بگه بساط عروسی رو را بندازین. نشسته فکراشو کرده، راضی شده، همه چیزو دید دیگه. به نظرم میگه ازدواج نمیکنه. دختر تو بلد نیستی حرف خوب بزنی؟ مامان تو نس کردی ما با اینا فامیل بشیم؟ ببین واسه چه موضوعی داریم میگیم به سلامتی. معلومه که به سلامتی. جون پسرامو نواهام نجات پیدا میکنه. پسرم ریختن خون یعنی 1 ثانیه خون جلوی چشاتو بگیره. با گذر عمرم فراموش نمیشه. مگه من دنبال خون ریختنم مادر؟ به اون خلیل اعتماد ندارم. والا مردم از فضولی. با خلیل حرف زدیم، دست دادیم. قضیه عروسی هم تموم شد.
تو میخوای چی بگی؟ منظورت چیه؟ زمینای خونبه ها رو دارم بخریم. این بود حل کردن داداش. مواظب دستت باش قدیر. تا وقتی من هستم هیچ کس حق نداره رو حرف من حرف بزنه. تو کی هستی داداش؟ زمین کیو به کی دادی؟ دیوونه شدی پسرم؟ چطوری تو صورت اهل ده نگاه کنیم آبرومون میره؟ تحویل بگیر پسر خانت. اون زمین ها امانتی بابای منم هست. حق نداری به کسی بدی. نه رعایت مادرمو میکنم نه تو رو. بگیر بشین. به من دستور نده. پسرم کجا میری؟ والا شیرم و حلالت نمی کنم. مادر هر بلایی سرمون اومد مگه به خاطر اون زمینا نبوده؟ این همه آدم مرد. چند تا مادر داغدار شدم، چند تا زندگی نابود شد. منو ببین. مگه من به خاطر اون زمینا از اینجا نرفتم؟ مگه قدیر و خلیل به خاطر اون زمینا نمیخواستن هم دیگر رو بکشن؟ زمین رو دادم رفت. هم از شرش هم از نفرینش خلاص شدم. اگه بخوای اینجوری بذاری و بری دیگه اولاد من نیستی. اینو میخوای؟ مادر من کاری رو کردم که درست بود. الانم میرم استانبول. چشم انتظار منم. تو هم بشین فکرتو بکن. اگه قبول کردی واسه یه دستبوسی میاد. اگرم بگی نه که دیگه خودت میدونی. اگه این غذا رو دوست نداشته باشه چی؟ ای وای کاش ماهی درست میکردیم. ماهی دوست داره. مادر من اگه تو رو دوست داشته باشه هرچی هم تو درست کنی باید دوست داشته باشه. قبلا به داماد خواستگاری که میشد قوی شور میدادن. میگفتن ببینیم اگه دختر بهش سم و زهرم بده میخوره یا نه. فکر بدی هم نبوده. آره والا. آخ همه چی قدیما خوب بود. این جدیدیان که هر کاری دلشون میخواد میکنن. امشب بیاد که دیگه خیال تو هم راحت بشه. وگرنه تو میخوای هی سر من غر بزنی. اگه بخواین هر طور دلتون میخواد رفتار کنین باید منو تحمل کنین دخترم. معذرت میخوام ولی نمیشه هم خرا بخواین هم خورما. بالاخره ما هم روزای خوش دیدیم رستم. باید هم دختر میدادیم هم دست خالی میموندیم. دختر که ندادیم هیچ زمینا رو هم گرفتیم. گرچه مادرم عصبانی میشه اما عیب نداره. تو فردا آدما رو جمع کن دور زمین حصار بکش باشه؟ به اهل ده هم مژده بدی باشه؟ چشم خان. خلیل تو چته؟ داداشت فرستاده دستخواهی؟ منو ببین خلیل. حق نداری پاتو تو اون زمینا بذاری. توافقی در کار نیست. من به هم زدم گفتم بدون. تو کی هستی؟ کی هستی؟ به جون داداشت دعا کن. قول دادم بهت کاری نداشته باشم وگرنه استخوناتو خورد میکنم. به زودی حالیت میکنم من کی. یادت نره چی گفتم. توافقی در کار نیست. اینطوری نمیشه انگار. جمع بشین ببینم. بیاین اینجا.